سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز ویدیومون شامل صدای آدامس جویدن و صدای دهانه. پس امیدوارم که اگر این نوع ویدیوها رو دوست ندارید از این ویدیو رد بشید که آزار نبینید. ولی امروز میخوام وسایلی که خیلی دوست دارم و بهتون نشون بدم. این سبک ASMR جز اولین ASMR هاییه که وجود داشت، یعنی خیلی دوستان میشستن و وسایلی که دوست داشتن و به بقیه معرفی میکردن و به بافتش دست میزدن، صداهاشو میشنیدن و راجبش سری اطلاعات میدادن. امروز من میخوام همین کار بکنم چون خودم خیلی خوشم میومد از این ویدیوها و هنوزم خوشم میاد. حتی یادم یه بار یه ویدیویی دیدم که یه کسی که از مجردی من ASMRاشو میدیدم وقتی ازدواج کرد و داشت بچه دار میشد، من این چیزایی که برای بچه سیسمونی که واسه بچهش خریده بود و اومد نشست بدونه نشون داد و اینا، و من مثلا از مجردی وقتی لوازم آرایشش رو نشون میداد میدیدمش و خیلی جالب بود برام. این حس خیلی آشنا بود. خلاصه امروز میخوایم این کار بکنیم، پس زودتر من شروع میکنم ویدیو رو. اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم این ساده ای دوست داشتنیه. این تیغ بچه ها، همطور که خیلی هاتون قطعا میدونید، ولی چون دستش خیلی بلنده یه محافظی داره که من هر چقدر دستم رو اینجا بکشم دست منو آسیبی نمیزنه بهش و خود تیغم کند نمیشه. من خیلی دوستش دارم به خاطر این دوتا ویژگی. دسته بلندش کمک میکنه که شما تو هر جهتی دلتون بخواد به راحتی بتونید این رو تکون بدید و حتی جایی که دسترسیش خیلی سخته خودتون بتونید باهاش کار کنید. مثلا من این جای این زیر فکم اینجا خیلی سخته، واسه همین خیلی راحت میتونم از استفاده کنم. کلا تیغ صورت من این، ولی خب برای تمام بدن میتونید ازش استفاده کنید و به هیچ عنوان نمیبره تو هر جهتی بکشیدش. من فکر کنم که یا دستش کاجوییه یا پلاستیکیه، نمیدونم واقعیت، ولی در پوشش قطعا پلاستیکیه. خیلی چیز ساده و خوبیه و به غایت کاربردیه. یه نکته هم بگم بهتون، اگر جزء اون دست افرادی هستید، بیرون خیلی سر صداه، معذرت خواهی میکنم پیش اگر جزء اون دست افرادی هستید که فکر کنید اگر با تیغ موهاتون رو بزنید، به خصوص موهای صورت، کلوفتر میشه، باید بهتون بگم که از نظر علمی این موضوع رد شده و من دارم از یک متن کتاب درسی بهتون این اطلاعات رو میدم. باز خودتون میتونید سرچ کنین حتما. ولی اینکه شما فکر میکنید که کلوفتر میشه درسته، ولی کلوفتر نمیشه، شما فقط کلوفتر میبینیدش. حالا چه شکلی؟ ببینید نوک مو یه نازکی داره و ساقه مو کلوفتر نسبت به نوکش. وقتی که شما با موچین مو رو برمیدارید، اون مو از ریشه در میاد و موی بعدی که بخواد اونجا رشد کنه دوباره از نوکی در میاد. خب و نوکش چون نازکه شما فکر میکنید که داره یه موی نازکتری در میاد یا حداقل همون سایز قبلی در میاد. ولی وقتی که با تیغ میزنید، چون از وسط میزنید، از ساقه میزنید و از ریشه نمیکنیدش، چون از ساقه میزنید، این نوکش دیگه نازک نیستش و اون چیزی که شما میبینید داره از زیر پوستتون در میاد از
از قسمت ساق است. واسه همین فکر میکنید که موهاتون کلفتر شده، در حالی که خیلی اینطوری نیست. خب اینو هر وقت هر جا به هر قیمتی دیدید که قدم باید ارزون باشه بخرید. قول میدم بهتون که پشیمون نمیشید و اصولا هم توی بسته های تعداد زیاد به فروش میرسن. بخرید و بین دوستاتون و اینا خانوادتون رو پخش کنید. به کار همه میاد، جنسیت هم نداره. خواهی میکنم دوباره چیزی که میخوام بهتون نشون بدم لاک مورد علاقمه. اسمشو نمیدونم چیه، تا حالا سرچ نکردم که تلفظ درستشو بدونم، ولی من بهش میگم بی کایند. بی کی آی کی آی ان دی، بی کایند. یه عده آدم هستن که لاکای سفید و مشکی که میخوان بزنن، خیلی بهشون سخته پیدا کردنش. بهتون توصیه میکنم اگر لاک مشکی یا سفید میزنید و خیلی ازش استفاده دارید یا برای یه مناسبت خاصی دنبال یه لاک خوبه سفید یا مشکی هستید، این مارکو اگر پیدا کردید یه کوچولو گرونه، ولی اگر پیداش کردید بخرید، به خاطر اینکه یک پوشش یک دست فوق‌العاده‌ای میده و رنگای خیلی جالبی هم داره. این قرمزیه که من سالها دنبالش بودم و نمیتونستم پیداش کنم و فکر میکنم که لاکای بیکایند چیز نداره، شماره ای نیستش. مثلا فکر کنم اسمیه و این رنگی که من خیلی دوستش دارم اسمش لئوه، یه رنگی بین قرمز و آجوریه ولی قرمزش خیلی بیشتره از نارنجیش. یه رنگ دیگه هم ازش دارم که یه سبز خیلی کیوتیه ولی اصلا دوستش ندارم از نظر جنسی، که خب خیلی جنسش خوبه با یه دست زدن کاملا کاور میکنه ناخونو، ولی من دوست دارم که وقتی لاک میزنم یه اتفاقی واسه پوستم بیفته. مثلا این لاکای نود و کمرنگ و اینا یکم پوستو یه کوچولو احساس میکنی که روشن‌تر کرده، یا مثلا رنگای فسفوری و نارنجی جیغ و اینا که میزنی احساس میکنی که برانزت کرده. من دوست دارم یه اتفاق واسه پوستم بیفته و فهمیدم که بجز رنگ نود و رنگ قرمز من هیچ رنگ لاک دیگه ای رو دوست ندارم، با اینکه خیلی هم رنگ لاک مختلفه. خیلی خوشگله ولی هیچ کاری برات نمیکنه، یعنی فقط سبزه. مثلا برای کسایی که دوست دارن ست کنن، چون من دوست ندارم ست کنم، برای کسایی که دوست دارن ست کنن صرفا خیلی لاک خوبیه. چیز بعدی که میخوام بهتون نشون بدم جورابه. بچه ها این جوراب خیلی من دوستش دارم. چرا؟ به این دلیل، به دلیل این دیگلی های سرش که روی ساق بابای میسته و الان اینجا یکم نور خوب نیستش ولی الان میتونید یکم ببینید روی پارچه یه بافتی داره، خیلی سخت معلومه، عذرخواهی میکنم ازتون. یه بافتی داره که اونم خیلی خوشگله، یه بافت ریزی داره. بعد صداش رو گوش کنید.
اینا که نمیدونم فکر میکنمشون میگن دانتل. حالا الان بزنینم رسید، ولی ایشالله که درست بگم. اینا رو خیلی دوست دارم، اینقدر دوست دارم که به صورت جداگونه هم دارمش. من هیچ کار دستی بلد نیستم انجام بدم بچه‌ها و اینو فقط برای کادو کردنه. حالا چیزی که میخوام کادو بدم یا مثلا اگر بخوام گلدونی چیزی به کسی کادو بدم، اینو دور شاخه‌هاش میپیچم و پاپیونش میکنم. میخوام بهتون بگم انقدر دانتل دوست دارم، اصلا اسمشم نمیدونم. روش فقط نوشته 1 سانت در 2.5 متر. این دوست دارم. اینم از این. چیز بعدی که بخوام بهتون نشون بدم ایشون. من توی آرایش و اینا هیچ ادعایی ندارم و خیلی 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 کار سختیه آرایش کردن کلن. واسه همین کلن 3-4 تا دیگه آرایشی دارم که همه جا از همون استفاده میکنم. اینو تازه خریدم و به نظرم مارکش هوشمندانه اصلا استفاده نشده، چون من به عنوان یک خریدار هیچ وقت نه اسمش یادم میمونه نه تلفظ درستش رو، با اینکه دوبارم سرچ کردم ولی اصلا تلفظش رو یادم نمیاد. لانش یه همچین چیزی باید باشه. این رنگش اسمش گلیز گریزه تینتد لیپس سرومه و اسمش فکر کنم شوگر گلیزه. شوگر گلیز. اینم رنگشه، یه رنگم. بعد لبشم ژله، اینجاش جالبه خیلی. این ژل است، اینجوری بزنیم رفت پایین. بچه ها به شدت بوی چیز میده، پشمک بهش میگیم. میریم چیز شهربازی، از این پشمک ها اینجوری درست میکنه، شکر رو میریزن اینجوری میشه، بعد پشمک میگیم دیگه. کاملا بوی پشمک میده. من چون دارم برعکس میبینم در واقع خودم هم خیلی کار سختیه. خیلی به نظرم بیشتر از این چیزی که اینجا دارید میبینید برقی داره. الان خیلی کمه ولی در واقعیت بدون دوربین و نور خوب و اینا خیلی بیشتره. و آخرین چیزی که بخوام امروز معرفی کنم و پارت 2 داره این ویدیو قطعا، ولی آخرین چیزی که بخوام امروز معرفی کنم ادکلونه بچه. من به شدت از بوی شیرین بدم میومد تا قبل از این ادکلون، به خاطر اینکه خیلی سردرد و سرگیجه و اینا میگرفتم. بعد فهمیدم که تو فصل گرم نباید ازش
کنم و فکر میکنم شارژ چراغم تموم شد. بعدش فهمیدم که نباید توی فصل گرم ازش استفاده کنم، یعنی در واقع میدونستم ولی هیچ وقت رعایتش نمیکردم. بعد تا اینکه این بهم کادو داده شد، سنشوال وانیلا اسمش، مارک زاراه، به شدت قیمتش خوبه. فکر میکنم مثلا 2,5 میلیون اینا باشه. چند میلشو نمیتوانم ببینم، اینجا نور خوب نیستش ولی خیلی زیاده دیگه، به نظر من که خیلی زیاده. یه بوی وانیل خیلی خوبی میده. اسمشو دوباره بگم: SENSUALVANILA، سنشوال وانیلا از مارک زارا. و اینکه خیلی خوبه دیگه. بعد میمونه ها، مثلا اگر روی لباسی 2-3 بار وقتی که دارید میرید بیرون و اینا، مثلا توی یه هفته بهش 2-3 بار بزنید دیگه بوش نمیره، یعنی دیگه بوش میمونه روی اون لباس حتی اگر بشوریدش، و بوش وقتی میمونه خیلی بهتر میشه، خیلی ملایم تر و گوگولی تر میشه. واسه همین واقعا دوستش دارم. یه بوی خیلی خاص و دخترونه و خیلی جذابیه. من خودم همیشه عطرهای خنک و خیلی ترجیح میدادم، ولی الان فهمیدم که رایحه وانیل، نه وانیل خوراکی ها اصلا خیلی فرق میکنه واقعا با ادکلونش، ولی رایحه ادکلونایی که وانیل دارن خیلی باحالن. وقتی که الان علاقه من شدم بهش، دارم میبینم که تقریبا تمام مارکا با وانیل ادکلون دارن، خیلی محبوبه مثل اینکه. خلاصه اینم خیلی دوستش داشتم. این از پارت اوله وسایل مورد علاقمه. امیدوارم که به زودی پارت دومش هم بذارم، چون یه عالمه وسایل دارم هنوز که میخوام بهتون نشون بدم، حتی وسایلی که اینجا هنوز تموم نشده واسه این پارت، ولی نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه. مرسی که تا اینجا نگاه کردید و امیدوارم که بهم بگید چه چیزایی بیشتر دوست دارید، راجع به چه چیزایی براتون بذارم، توی چه فضاهایی دوست دارید، رول پلی دوست دارید، معرفی استایل کاربردی دوست دارید و بهم بگید. ممنون. خداحافظ.